در آغاز باز یک هفته نوی کاری برنامه خبری سقدیم شما شالوگل خوجه هستم. سلام. نخست میبینیم که موضوع امروز 12 نوامبر کدام هایند. تعداد کشته شده ها 49 نفر بوده است. پیوندان محبوسان زندانی شهر خوجند که در پی آشوب کشته شدند میگویند آنها را نگذاشتند تا جسدها را ببینند. هدف دیویزیای 201 بود. مقامات انتظامی تاجیکستان 12 نفر را بازداشت کردند که گویا به انجام عمل تروریستی آمادگی می‌گرفتند. و خشکسالی تهدید نو به مردمی افغانستان. سازمان‌های امدادی میگویند ممکن است بیشتر از 2.5 میلیون نفر به گروسنگی روبرو شوند. خطر عجیبی آمده که هیچی نبود. خوشحالی بود. نه نون بود، نه ها بود، نه دیگه بود. از بلبختی و از پریشانی بیامد. با گذشت 5 روز از آشوب محبوسان در زندان 3 شهر خوجند، منابع نزدیک به تفتیشات از تعداد بیشتری زندانیان کشته شده اطلاع می‌دهند. و گفته همین منابع شمارای محبوسان هلاک گشته تا به 49 نفر میرسد. هرچند تا به حال تنها نامناسب 2 کارمند محبس 3 که شب عصیان هلاک شدند نشر گردیده است. پیوندان برخی محبوسان کشته شده در صحبت با معصوم محمد رجب گفتند با آنها دیدن روی فرزند کفن پیچ و خواندن جنازه را ندادند. رقیه اسماعیل و ساکن نویه باباجان غفورов میگوید صبح 8 نوامبر جسد فرزندش بهرام اسماعیلف 23 ساله را کارمندان پلیس همراه قربان در یکی از قبرستان این محل دفن کردند ولی نگذاشتند کسی از خیشان نزدیک شود. گفتم این یک دقیقه بچه ما این بچه مامی نیم میگه بچه شما این یعنی ندیدید روی ندیدیم از کاری قبرستان به آواد از کاری گفته همین قدر بینیم گم مویا ملیسا کشال کده اصول داد گفتاست داری مسجد سخت کداست ممکن ممکن نه گفت داری قبرستانی پیشته گفت اکران گفتن که از چی به هلاکت رسید نه مثلا چیکار کشته شد نگفتن مثلا فرزند شما مثلا به هلاکت رسید نگفتن سبب چی شد نه چی گفتی داشتن جان شدگی اینو یعنی دیگه که جان دیگه ای به خودشون میگه نمیگه که اینجا ای به خودشون جان کنه تا گنجاش میشکنه پوچکاش میشکنه تو همین درجه مدگیش نمیگه که خیلی نگفتم با کی جنگ کرده اینش هم نگفتم. رقیه اسماعیل و گفت که پسرش 5 سال پیش بعد 12 سال زندان محکوم شده بود. مقامات در تلفن همراه او نوارهای جنگجوی گروهی به نام دولت اسلامی در سوریه را پیدا کردند. در همین حال مقامات انتظامی تاجیکستان یک شبکه جنایی را آشکار کردند که گویا می‌خواستند پایگاه نظامی 201 روسیه را در دوشنبه ترک کنند. گفته می‌شود هدف این عمل تروریستی آنها قصاص گرفتن از عملیات نظامی روسیه در سوریه بوده است. مقامات تا انجام تفتیشات و صادر شدن حکم بازداشت شده ها از ارائه جزئیات خودداری می‌ورزند. میرزا نبی خالقزاد در همین باره میگوید. مقامات انتظامی تاجیکستان یک گروه 12 نفره را که قصد ترکاندن پایگاه 201 روسیه در محله گپرزیم شهر دوشنبه را داشت بازداشت کردند. سرکرده این گروه طوری گفته می شود سهراب نام داشته، ساکن ناحیه وحدت می باشد و سهراب هنگام پرسش حتی در کامera در نوار ویدیویی نیز اقرار کرده است که اون واقعا میخواست به نشان اینکه روسیه در کشور سوریه با عملیات های نظامی خود علیه مردم عملیات ها انجام میدهد این هدف خود را میخواست پیاده کند و سهراب در نوار ویدیویی گفته است که اینها دشمنان الله هستند و اصلا اینها دشمنان مسلمان هستند و یک هنگام پرسش اصلا از این حرفای خود اظهار پشیمانی نکرده است. هنگام پرسش روز یکشنبه گذشته که در محله در گپرزیم یعنی در نزد دروازه دیویزی 201 روسیه صورت گرفت در حضور شاهدان و اقرار کرده است که واقعا هدفش همین بود و همراه 12 نفر دیگر در شهر دوشنبه مشورت داشتند که این عملیات را انجام دهند و این مشورت اونها در نزد سرک شهر دوشنبه صورت میگیرد که از طرف مقامات انتظامی یا خود امنیتی بازداشت میشوند. مقامات انتظامی تاجیکستان این خبر را تصدیق میکنند و میگوید علیه اینها پرونده باز شده است، اما به خاطر اینکه روی این مهر سری زده شده است جزئیات آن شرح بیشتر داده نمیشد و میگن که تا انجام این قضیه در دادگاه در رابطه به این مسئله آنها خودداری میکنند.
طور شاهدان عینی که زمان پرسش سهراب شرکت داشتند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اینها از اپتیکاهای شهر دوشنبه اون موادهایی را جمع آوری میکنند که از آنها مواد منفجره میشد آماده کرد و پس از آنکه اینها این موادها را جمع گیری میکنند در وقت مصلحت و مشورت بازداشت میشن. ولی آنها در وقت پرسش مفتشان گفتند که در ابتدا آنها میخواستند که چند نقطه های شهر دوشنبه از جمله مکتبی که در اون فرزندان پایگاه 201 روسیه تحصیل میکردند ترک کنند و بعد دست به پایگاه 201 روسیه بزنند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. پهلوانان توجیک در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر بخارست رومانیا 4 مدال، 1 طلا و 3 نشان برنجی به دست آوردند. از آن جمله 2 نشان را شاگردان مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف صاحب شدند. خوشقدم خسروف در وزن 62 کیلو مدال طلا و با همین عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد. نرزالایلتی و برود یوسفی با محمد شریف سلیمانوف صحبت نموده از او پرسیدند که چرا به این سبقت نرفت. من باوری داشتم که یا خوشقدم یا اکمالدین اومانم بچه‌های شاگرد من یگان تاش انشالله چمپیون میشد. معمولا در ورزشکار همراه مربی در مسابقات به خصوص مسابقات بین المللی شرکت می‌ورزد. بگید که چرا شما در این مسابقات جهانی همراه شاگردان خود نبودید؟ اساسی رفتنی در مسابقه شرکت کردن این مبلغ است، مبلغ گذاری کردن در کار، چون که من دولت‌های قزاقستان و گرجستان و روسیه و دیگرها قریب 10-12 مربی شرکت می‌ورزد، داوران شرکت می‌ورزد. این به فکرم از نبودن مبلغ، چون که امروزها اونقدر در سطح بلند اقتصادی جمهوری ما قرار ندارد. لطفاً بگویید که خوشقدم نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت‌ها فرق میکند؟ در مسئله تمرین کردن اول خصلتش همین که جدی رفتار میکند، جدی مهنت میکند. یگان ساعت تمرینی که من همین طول چند ساله ها مشق دادمش 10-15 ساله ها از تمرین خفا نمونده است. مشق جدی میکند و خصلت دیگرش همین است که نمیترسد از یگان حریف. چند سال دارد خوشقدم؟ او حالا 25 ساله است. عین کمالات ورزشگر، اما دوره پرقوتی انسان سن سال 24 25 26 و عموما در پیش است، باز جوان است. تشکر برای صحبت جالب. سبقت جهانی اوید به سامبو دیروز به پایان رسید و ما منتظر بازگشت ورزشکاران توجیک خواهیم بود. با جون میلیون ها نفر در افغانستان در برابر تیر و تفنگ خطر دیگر تهدید میکند. این هم گروسنگی بر اثر خشکسالی است که الکی هزارها نفر را مجبور به ترک مکان زیست نموده است. اکنون مردم به مکانهای کوچ میبندند که منبع برای درآمد و امکان برای زنده ماندن داشته باشند. طاهری سفر موضوع ادامه میدهد. در این اردوگاه 223,000 پناهندگان افغان زندگی میکنند. همه آنها از خشکسالی گریختند که حاصل کشتزار و چاروایشان را نابود کرد. محیدین 35 ساله به این اردوگاه از ولایت بادغیس از غرب افغانستان آمده است. او به صف خویشاوندانش در اینجا پیوست که از دست خشکسالی همه چی را تلف دادند. در اردوگاه فقط آب هست، برای غذا باید به قول جان بکنند. با این خیمان طاقت نمیشه کاکو. دیشه و همی تو خونگی بود عمالی همی خودترکم همه مریض. اما مقدارم نداری که به دکتر ببری. دیگه ما چیکار کنیم؟ از اینکه بیای مر بکشی همه به یک کرات خلاص کنی بهتر. محیدین مثل دیگر مردم اردوگاه بیکار است و خانواده‌اش از حساب کمک‌های بشری حکومت و سازمان‌های خیریه زندگی می‌کند. هر یک پناهجو همچنین برای نیازهای اولیه و زندگی کمک یک دفعه‌ای $80 می‌گیرد. بعداً باید خودشان حسابشان را یابند. با گفته برنامه آذوقه سازمان ملل در بسیاری از نواحی افغانستان مردم غذای کافی برای خوردن ندارند و بیشتر از 2.5 میلیون نفر در ورطه گرسنگی هستند. با گفته مقامات وضع مشکل دیر دوام می‌کند. معلوماتی که ما داریم، پیشبینی هایی که صورت گرفته، قرار است که ما 2 سال دیگر هم مسئله خشکسالی در افغانستان تجربه بکنیم. اما قطعاً در رده‌های بالا به ارتباط رفع از معضل تصامیم اتخاذ میشه. قطعاً جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان هست به خاطر رفع از این معضل و ما هم
من حیث دولت افغانستان از هر طریق ممکن اقدام میکنیم تا بتونیم به این معضل رسیدگی بکنیم. به تخمین سازمان‌های بین المللی خیریه اگر به افغانستان فوراً کمک نشود ممکن است تعداد مردمی در ورطه گرسنگی در سال آینده از 10 میلیون نفر هم بگذرد، یعنی از 1/4 حصه مردم افغانستان. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بازبینی قرار است سوی دادگاه عالی اقتصادی خوجند پیروان کلیسای سونمین یکی از رویه‌های مذهب پروتستانتی دین نصرانی را ناراضی کرده است. بحث مقامات با سازمان سونمین سونبوگیم از سال 2014 به این سو ادامه دارد. در گذشته 2 بار بحث دادگاهی به فایده این سازمان میسیونری کاریگی حل شده بود. جزئیات از مولا رجب یوسفی. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان به بررسی دعوای کلیسای سونمین در شهر خوجند شروع کرده است. مسئولین این کلیسا از قرار دادگاه اقتصادی ولایت سوغد ناراضگی دارند که بر اساس آن باید 2 بینای مربوط به این سازمان به اختیار شعبه معارف شهر خوجند برگردانده شود. بحث کلیسای سونمین با شهرداری خوجند و همین طور دانشگاه دولتی شهر خوجند 4 سال به این طرف ادامه دارد، اما در گذشته در 2 مرتبه دادگاه اقتصادی دعوای مقامات را رد کرده و بحث را به فایده کلیسای سونمین حل کرده بود. اما در گذشته دادگاه اقتصادی ولایت سوغد بحث کلیسای سونمین با مقامات شهر خوجند و دانشگاه دولتی خوجند را به نفع کلیسا حل کرده بودند. اخیراً دادگاه اقتصادی ولایت سوغد قرار خود را تغییر داد و قرار کرد که باید 2 بینای عبادتگاه کلیسای سونمین به اختیار شعبه معارفی شهر خوجند برگردانده شوند. هر دو طرف در این بحث دلیل های خود را دارند. مقامات میگویند قرار رئیس شهر خوجند از سال 1998 که 2 بینا را به اختیار کلیسا داده بود نادرست است و باید بینا به اختیار شعبه معارف برگردانده شود، اما مسئولین کلیسا به حق بودن خود پافشاری دارند. بحث کلیسای سونمین با مقامات شهرداری خوجند در حال صورت میگیرد که یکی از راهبان این کلیسا بهرام خلمتوف سال پیش با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به 3 سال زندان محکوم شده بود. برنامه خبری را ادامه میدیم. هفته گذشته در شهر کلو به سالگرد تئاتر را جشن گرفتند که زمان درگاه فعالیت هنرمندان شناخته توجیک ودینه هاشیموف، عبیدالله رجبوف، دولتمند خولوف بوده است. نخستین رهبر این مؤسسه در چند سال پیش سیدعلی ولیزاده بود و حالا نیز این تئاتر با نام این شاعر و حافظ شناخته توجیک عمل میکند. هنرمندان توجیک 80مین سالگرد تئاتر مضحک موسیقی به نام سیدعلی ولیزاده شهر کلوب را تجلیل کردند. جشنواره امروزه ادامه منطقی این جشنواره هنرپیشگان توجیک است. در این چهاربینی فرهنگی که 8 نوامبر در روز تئاتر توجیک راست آمد، هنرپیشگان و صنعتکاران و نمایندگان مقامات دولتی شرکت کردند. هنرمندان این تئاتر را با مکافات‌های دولتی و افتخارنامه‌ها قدردانی نمودند. تئاتر مضحکوی موسیقی شهر کلوب سال 1936 تأسیس یافته است و طول 80 سال ده‌ها اثرهای تئاتری را در اینجا روی صحنه آوردند. نمایشنامه بهار وحدت که از کارنمایی‌های امامعلی رحمان قصه می‌کند میبایست در آخر این چهاربینی فرهنگی نمایش داده میشد. با سبب زیاد دوام کردن تبریکات و سخنرانی‌ها بهار وحدت به صحنه گذاشته نشد. و در ولایت سوغد هزارها کیلو مواد خوراکبری پسیفت را آتش زدند. طبق معلومات مرکز نظارتی بهداری شهر خوجند در 9 ماه سال جاری بیش از 6,500 مواد غذایی پسیفت یا مهلت استفادهشان گذشته از مرکزهای سودا و بازارها مصادره شدند. این مواد را بعد خلاصه دادگاهی و مقامات دخلدار در منطقه پرتو جمع‌کنی شهر خوجند محو کردند. در این برابر از تاجران طلب شده است که از وارد کردن مواد خوراکبری پسیفت و زیان‌آور به سلامتی مردم خودداری نمایند. برای امروز برنامه خبر را خلاصه میکنیم. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.